از نات کوین و همستر و همه اینا جا موندی؟ اصلا ایرادی نداره، چون یه سری بازی تلگرامی جدید معرفی شدن که به احتمال خیلی زیاد قرار به زودی لیست بشن و تو این ویدیو قرار معرفیشون کنیم. اول از همه یه سوالی مطرح میشه و اونم اینه که چه چیزی باعث میشه تا یه پروژه و بازی تلگرامی معتبر شناخته بشه یا حداقل جوری باشه که مخاطب خودش رو جذب کنه و در نهایت به ما ایردراپ بده. معیارها و فاکتورهای مختلفی واسه این داستان وجود داره، از شهرتی که اون پروژه داره تا معرفی که از سمت آدمای مشهور حوزه کریپتو به دست آورده و حتی پشتوانه و شفافیتی که تو طول پروژه به کاربراش ارائه داده. مثلا ما میدونیم که همستر یه تایملاین مشخصی واسه برنامه‌های خودش چیده و شفافیت خیلی خوبی داره، جدا از اون بارها توسط افراد مختلفی معرفی شده و در نهایت هم یه یوزر بیس خیلی بزرگ داره. در نتیجه نمیتونیم اون رو یه پروژه شکست خورده بدونیم. حالا با توجه به این معیارها قراره یه سری بازی تلگرامی بهتون معرفی کنیم که همین الان میتونیم برین سراغشون. اولین بازی تپساپه، یه بازی محبوب تلگرامی که بعد از نات کوین عرضه شد، سر و صدای خیلی زیادی به پا کرد و مکانیزمی شبیه به نات کوین همستر کامبت داره که توش با کلیک کردن و انجام یه سری تاسک میتونین سکه جمع کنین. به تازگی هم یه سری بخش و ویژگی جدید مثل استریم و سینما به این بازی اضافه شده تا کاربرا بتونن تو بازی زمانی کمتر سکه‌های بیشتری به دست بیارن. تنها مشکلی که تپساپ داره اینه که تاریخ ارزش هنوز مشخص نشده و تا الان 2 بار تاریخ ارز و لیست شدنش از سمت تیم تپساپ تغییر کرده. خودشون البته انتقادایی به تیم‌های دیگه مثل پیکسلورس کردن و گفتن که ما نمی‌خوایم مثل بازی‌های دیگه عجولانه رفتار کنیم و موقع عرضه ایردراپ قرار تمام جوانب رو در نظر بگیریم. خلاصه که فعلا خبری از لیست شدن تپساپ نیست، اما احتمالاً در آینده نزدیک این اتفاق میافته. میجر، ماجور یا ماژور که تلفظهای خیلی زیادی هم داره، یه بازی محبوب و جدید تلگرامیه که متعلق به خالق تلگرام یعنی پال دروفه. شما تو این بازی باید امتیازات بیشتری جمع کنین و با جوین شدن تو اسکوادهای مختلف ستاره‌های خودتون رو افزایش بدین. یکی از خوبیایی که این پروژه داره اینه که سازنده خود تلگرام یعنی پال دروف ازش حمایت کرده و آینده درخشانی واسش می‌بینن. سومین ربات محبوب تلگرامی بلومه که بعد از همستر کامبت سر و صدای زیادی درست کرد و مکانیزم ماین خیلی جالبی داره. به تازگی هم یه بخشی تحت عنوان ترایب یا همون قبیله رو به خودش اضافه کرده که افراد با جوین شدن تو قبیله‌های مختلف میتونن سرعت ماین کردن خودشون داخل بازی رو بیشتر کنن. به تازگی هم امکان وصل کردن کیف پول به این بازی اضافه شده و احتمال میره که در آینده خیلی نزدیک اخبار زیادی راجع به لیست شدنش بشنویم. بازی تلگرامی آخر کتیزنه. این پروژه که از گربه‌های دوست داشتنی و ملوس تشکیل شده، کاربرای اینترنت رو خیلی امیدوار کرده و اخبار همکاریش با شبکه تون و ارزش تو بازار پری مارکت صرافی مختلف داره یه مهر تاییدی بهمون میده که از دستش ندیم. راستی به این موضوع توجه کنین که اصل کاری رو از دست ندید. همه پروژه‌ای که بهش اشاره کردیم با زیرساخت شبکه تون دارن رشد میکنن و این نشون دهنده اینه که ارز دیجیتال تلگرام قرار آینده خیلی درخشانی واسه خودش داشته باشه. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. نظرات و پیشنهادات خودتون رو تو کامنت واسمون بنویسین و اگر بازی تلگرامی محبوب و رو به رشدی میبینین تو بخش کامنت بنویسین تا بقیه هم ازش استفاده کنن.